تمام دوستان گروه درمان که طی دوره‌های مختلف به این کلینیک اومدن به خوبی آگاهی دارن که این لکنت ظاهری ما چطور در چرخه شرطی شده لکنت شکل میگیره. ابتدا من در شرایط خاص قرار میگیرم، مثل تلفن. بعد نسبت به سابقه ذهنی در اون شرایط خاص من ذهنم دچار آشفتگی و عدم تعادل میشه و این عدم تعادل در من تنش ایجاد میکنه، تنش عضلانی، و در نتیجه تارای صوتی من دچار تنش میشه و اسپاس پیدا میکنه و عمل لکنت کردن نتیجه همین اسپاسم تارای صوتی منه. همه شما میتونید مسیر این روند لکنتتون رو در این چرخه مشاهده کنید. یادتون باشه که لکنت اینجا نیست، اینجاست.